ایرانی پور و اجازه ده منشه دیپلوما اینگوری باشیم پشم ما تی دیپلوما رشته برق الکترونیک میدم زادان دانش چیو در هنرستان انساناتی ششم بهمن گرفته سال 54 بعد از کنش من خدمت بورس بتگم بابل سال 54 یک شمای من خلاصه شن چون من 3-4 دانشگاه عوض کرده ایرانم نیاز نه که وارد جزئیات بین بعد شد تقریبا 6 ماه تحصیل در بابل در مصر علیفانی نوشروانی بابل دانشگاه هشت و به دلایل سیاسی تقریبا و یادم سال بعد در کنکور شرکت کرد تو دانشگاه بلوچستان آزمان کم زادان سال 55 قبول بودم بازم رشته برق الکترونیک من از کشم خدمت که سال 65 بودن وزارت علمی در جذب بودم دانشگاه سیستان بلوچستان در واقع بخش انقلاب و نزدیک 24 سال من به عنوان وزارت علمی گروه ریاضی در خدمتتون بچه 10-12 سال کار سال 76 عازم انگلستان بودم بورسی به ما تعلق بورس تحصیلی در واقع مقطع دکترا و منچستر اول دانشگاه منچسترمون مکانیک سیادات مسئولیت اجرایی هم من یک مدت مدیر گروه بودم و اما زمانی که در واقع مربی و فوق لیسانس وزارت علمیتون و 2 سال تقریبا 2.5 سال ریاست دانشگاه زمانی که در مرداد سال 68 تا 70 بکنم 1-2 سالی هم راه اندازی دانشگاه ایران شهر در واقع دانشگاه موقع چی بود دیگه مجتمع مشاهدیت و قبلی هم که با در جریان دانشگاه دید و کار اجرایی که داشتگاه هم 2 سالی 2.5 سالی هم در واقع رئیس دفتر بورس استخدام و مدیر امور مجازی دانشگاه 2 سال 2.5 سالی بعدم 1-2 سال کار اجرایی نداشتم دوباره تقریبا 2 سال قبل در خدمتتون شما در مرکز کامپیوتر هستم در واقع منیجرم و به نوعی مدیر امور انفرماتیک دانشگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن عرض تبریک به فارغ التحصیلان محترم دانشگاه‌های استان سیستان بلوچستان خصوص دانشگاه سیستان بلوچستان به فارغ التحصیلان محترم توصیه مختصری دارم. امیدوار هستم که به عنوان یک برادر بزرگتر از لحاظ سنی مورد قبول واقع بشه. به نظر من هر رشته تحصیلی میتونه در جهت توسعه و رشد فرهنگی و اجتماعی و سایر علوم مؤثر باشه. بنابراین دانشجویان فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف اکنون که فارغ التحصیل شدند میتونن رسالت خودشون رو به نحو احسن در سطح ملی و در سطح منطقه‌ای اجرا کنند. حبیب الله سالارزئی هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان و معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری. بنده در سال 1372 وارد مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان شدم و خوشبختانه بعد از در واقع اتمام دوره کارشناسی در سال 76 در دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی کشور پذیرفته شدیم. در دانشگاه علامه طباطبایی در طی سالهای 76 تا 78 دوره کارشناسی ارشد طول کشید و خوشبختانه در سال 1378 در آزمون دکترای مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی بنده شرکت کردم و در بین 280 نفر از داوطلبانی که در این دانشگاه در آزمون دکترای مدیریت در
سال 78 شرکت کرده بودن، بنده حائز رتبه اول. دوره دکترایی در سال 1378 تا 83 به طول انجام. سال 84 با توجه به نیاز منطقه و نیاز دانشگاه سیستان و بلوچستان و اعلام نیازی که در واقع از سوی دانشگاه سیستان و بلوچستان صورت گرفته بود، ما بورس دانشگاه سیستان و بلوچستان شدیم و خوشبختانه این دوران تحصیل ما از مقطع ابتدایی تا مقطع دکترا بدون هیچ گونه وقفه‌ای بسم الله الرحمن الرحیم. ما محمد عثمان حسین‌پور، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی، تا سال 64 دوران ابتدایی و راهنمایی در گشت که فعلا شهر یکی از هواپیمای سرامان درس من در دوران ابتدایی و راهنمایی، سال 64 تا 68 من سرامان رفتم رشته علوم تجربی. سال 68 من در کنکور سراسری قبول بودم و رشته دامپزشکی ممانعت تا سال 74. از سال 74 تا سال 78 من در جهاد سازندگی سابق کار کردم. بنا به علاقه و بنا به اصطلاح شرایطی که من داشتم، من به جامعه شناسی علاقه‌مند بودم. در کنکور سال 77 من شرکت کردم. در همان سال من فوق لیسانس جامعه شناسی دانشگاه اللهان قبول بود 80. بلافاصله من دکترا قبول بودم و البته شروع درس ما از مهر 81 هست در دانشگاه علامه طباطبایی دکترا جامعه شناسی تا اواخر سال 85 و بعد از فارغ التحصیل من در خدمت شما هستم در دانشگاه سیستان و بلوچستان. بهمن کرد تمین، متولد 1358 از روستای تمین می باشم. تحصیلات دوره ابتدایی را در مدرسه کردی تمین به پایان رساندم. برای مقطع راهنمایی روستای لادیز رفتم و دوران راهنمایی را در مدرسه راهنمایی شیخ مطهری لادیز با موفقیت به پایان بردم. دبیرستان را در مدرسه شاهد شهرستان زاهدان به پایان بردم با معدل بسیار خوب. در سال 1378 در کنکور سراسری شرکت کردم و در رشته روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان پذیرفته شدم. در سال 1382 باز دوباره در آزمون سراسری دوره فوق لیسانس شرکت کردم و در دانشگاه تهران پذیرفته شدم. در سال 1384 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردیدم و در سال 1385 عازم کشور هندوستان گردیدم جهت گرفتن مدرک دکترا در رشته روانشناسی صنعتی سازمانی. در سال 2008 از دانشگاه اسلامی علیگرد فارغ التحصیل گردیدم و همکنون در گروه روانشناسی به عنوان هیئت علمی همکاری دارم. نی رویاش این که منی جامعه ایژوکیتد بی ایژوکیتد بودن به معنای مدرک آنچنانی نهند، به معنایش این که ته خوب و بد ابزانه بتونه و اطراف دیگران را نقد کنه. پس تاریخ بانن و تاریخ درس بگیره. به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام هستم نسبت تمام دانشجویان و به خصوص فارغ التحصیلان. بنده نیک محمد رشته‌ای، متولد 56 شهرستان سرامان، مقطع دبستان راهنمایی در سرامان، مقطع دبیرستان در دبستان دانشگاه زاهدان، مقطع لیسانس هم در رشته مهندسی کامپیوتر در مصفا دانشگاه گرد و مدرک ارشد هم کامپیوتر سخت افزار دانشگاه علوم صنعتی.
نزه بابت خوشحالم که گندان سال به سال ماشاءالله تعداد دانشگاه بلوچ گشتر بود، چی باعث افتخار برای ما. ولی چیزی که بیشتر ما رو نیاز هست از دانشجو بودن به حال یک مسیری. چیزی که ما رو خیلی لازم هست نخبگانه. اگر دانشجو درس منطقه در دانشگاه هدف اصلی فقط چی بود؟ آدم یک درس باید